محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری محمد هاشم معاون شرکت گلوبال و محمد رحمان باشنده خواجه بغرا را با جرم غصب زمین‌های دولتی محکوم به مجازات نمود. با اساس اسناد و شواهد ارائه شده از سوی محکمه، محمد هاشم با جرم غصب 21/15 به سوی زمین تصدی دولتی کماز در منطقه خواجه بغرای حوزه 15 با 4 سال حبس تنفیذی و محمد رحمان نیز در پیوند به قضیه غصب زمین با 2 سال حبس تنفیذی محکوم گردید. شیرآقا منیب رئیس محکمه روز سه شنبه پس از ارائه اسناد در این باره فیصله محکمه را در مورد چنین تو اسامی محمد هاشم فرزند محمد حسن را در قضیه تخریب 350 متر دیوار زمین دولتی طبق هدایت ماده 344 قانون جزا و پرداخت مبلغ 30,000 افغانی جزای نقدی و در قضیه غصب موازی 18/16 به سوی زمین دولتی طبق فقره 2 ماده 494 قانون مذکور به مدت 4 سال حبس تنفیذی محکوم مجازات نمودیم. و تو محمد رحمان ولد محمد رضوان در قضیه غصب موازی 2/19 به سوی زمین دولت وفق هدایت فقره 2 ماده 494 قانون جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت 2 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری حدود 4 ماه قبل به هدف بررسی دوسیه‌های مقامات بلندپایه دولتی آغاز به کار کرد. در این حال محمد هاشم و محمد رحمان که در قضیه غصب زمین‌های دولتی از سوی محکمه مجرم شناخته شده بودند در مورد چنین گفتند: نام غصب خواهش میکنم نگی، هر چی که میگی ولی نام غصب سر من نگیره. نه او زور داشتیم نه مسئله داشتیم که من برم کسی اوجا باشه که به زور بگیرم. همون نفر پیدا که کمی آمد به مسئله مرا کشید گرفت. شامل همین پلان ماست. اگر همین پلان امضا شده ما را بکشین کل چیزا معلوم بشه. شیرآقا منیب رئیس محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین همچنان گفت که در پیوند به قضیه غصب این زمین‌ها سید همایون آجی دوست، محمد طاهر، تیمورشاه سلطانی و دکتر شمس‌الله و شمار از افراد دیگر تحت تعقیب عدلی قرار دارند.